50 سال تاریخ رو تحریف کردن، 50 سال خاندان پهلوی رو تخریب کردن و خیلیا من و امثال من رو مسخره کردن که پادشاهی تموم شده و پهلوی تموم شده. اما خوشبختانه تاریخ زنده است، حقیقت زنده است و همیشه نور بر تاریکی پیروز میشه. برای همینم چند دقیقه براتون تاریخ این نیم قرن رو واسهتون آماده کردم که در ادامه میبینیدش. پاینده ایران، جاوید شاه. And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you? 50 years, I hope it will be sooner than that. Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you? Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left. دارم نزدیک به 50 سال پیش بینی کرده بود که نسل‌های آینده درباره او و خدماتش چگونه داوری خواهند کرد. امروز شما پاسخ تاریخ را دادید. روح او در آرامش است چون می‌بیند فرزندان ایران بیدارند و با شجاعت و آگاهی برای بازپسگیری ایران ایستاده‌اند. درود بر شاه رضا، منتظریم پادشاه. سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم. شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم، من جونمو برای شما میدم. الو، سلام شاهزاده عزیز. ما فقط می‌خواستیم بگیم ما همه سربازای شماییم. من و خانواده‌ام توی ایران. درود بر شاهزاده گرامی، شاهنشاه ایران. به دلم عاشقتم، عشقم. می‌خواستم ازتون بپرسم که چرا فراخوان نمیدید؟ ما رو ما حساب کنیم. ما به شما وکالت دادیم، شما رو ما حساب کنید. شیراز از تمام شهرها همه آماده هستن. فقط شما فرمان بدید. ما کف خیابون جونمون هم فدا. عاشقانه و جان در کف دوستتون دارم شاهزاده و بی‌صبرانه منتظر برگشتتون به ایران هستم. ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده. شما فرمان بدید. ما ببینیم که چجوری یه حماسه رقم میزنیم. شاهزاده عزیزم، الهی من قربون اون صورت ماهتون بشم. نورید به قلب همه ما ایرانیان. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن. شما شاه ایران هستید، شاه قلب‌ها، سلطان قلب‌های ما هستید. بدونید همه ما ایرانی‌ها عاشق شما هستیم. درود بر شاهزاده گرامی، شاهنشاه ایران. ما فدای شاهزاده هستیم، یک فامیل 600-700 نفری هستیم که همه وکالت اون رو به شاهزاده دادیم و منتظرش هستیم. درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. با سلام درود خدمت والا حضرت شاهنشاه. من دوست دارم، من خیلی دوست دارم. خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارید. درود بر شهریار قلبستان همه ایرانیان هستیم از جمله من. شاهزاده عزیز، میبوسمت از دور. خوشحالم که ما قدم شما رو چشممون میذاریم، خودتون و خانواده‌تون. ایشالله که به زودی زود به ایران بیاییم. ما فدای شما هم. آقا خیلی مخلصیم. آقا شاهزاده ما کوچیک شماییم. درود بر شهریار ایران. البته داریم شاهزاده. ما عاشقانه شاهزاده رو دوست داریم، یعنی همه جوره هر کاری که از دستمون بیاد حاضریم انجام بدیم، فقط شاهزاده رو ببینیم. من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر میکنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم.